سلام دوستان، در این ویدیو 12مین تمرین مدیتیشن رو با هم انجام میدیم. در این تمرین انرژی آرامش درونی رو در چاکرای ریشمون فعال سازی میکنیم. اما برای اینکه بتونیم انرژی آرامش درونی رو به درستی در چاکرای ریشمون فعال کنیم، لازم هست که روی تمامی تمرینات قبل تسلط کافی داشته باشیم. به این دلیل که ما در هر تمرین جدید از تمامی تکنیک هایی که در تمرینات گذشته یاد گرفتیم استفاده میکنیم. در واقع تمامی تمرینات زنجیروار به هم متصل هستند و هر تمرین پیش نیازی هست برای تمرین بعدی. دوستان عزیزم، قبل از اینکه تمرین مدیتیشن امروز رو شروع بکنیم و بهش بپردازیم، چند نکته مهم و کوتاه رو خدمتتون توضیح میدم. نکته اول، ما در هر تمرین از یک یا چند حرکت دست استفاده میکنیم. قبل از شروع همیشه حرکت دست مربوط به اون تمرین رو براتون اجرا میکنم تا به درستی یاد بگیرید و در زمان اجرای تمرین ازش بهره ببرید. نکته دوم، برای شروع تمرین در جایی که خودتون احساس آرامش و راحتی میکنید دراز بکشید. فعلا توصیه میکنم به صورت نشسته تمرین انجام ندید. نکته سوم، محیط تمرین از جنبه‌های مختلف، روشنایی، شب یا روز بودن، سر و صدا باشه یا کاملا ساکت باشه، عود روشن بکنیم یا شمع یا حتی موزیک پلی بکنیم، اهمیت چندانی نداره. با انجام تمرین‌های مختلف یاد میگیریم که وابسته به شرایط محیطی نباشیم. نکته چهارم، این امکان وجود داره که در طول این تمرین یوتیوب تبلیغاتی رو پخش بکنه. باید بدونیم که پخش شدن این تبلیغات هیچ خللی در روند اجرای تمرین ما ایجاد نمی‌کنه. هر بار که تبلیغی پخش شد، خونسردیت رو حفظ کن و با استفاده از یکی از دستا گوشی رو بردار و اون تبلیغ رو رد کن و مجدد بیا و تمرین رو با من ادامه بده. در واقع میشه اولین تمرین برای اینکه وابسته به شرایط محیطی نباشیم. هر اتفاقی در محیط پیرامونمون بیفته نباید بتونه که تأثیری در روند تمرین ما بذاره. در واقع به قدری پیشرفت میکنیم در طی تمرینات مختلف که حتی در طول روز و وقتی که داری کارهای مختلفی رو انجام میدی، شما همچنان در حالت مدیتیشن میتونی باقی بمونی. کم کم به این سمت حرکت میکنیم. نکته پنجم، بهترین تمرین رو با هدفون یا هندزفری گوش بدید تا به درستی به عمق این مدیتیشن و این تمرین وارد بشید. برای تمرین امروزمون از 3 تا حرکت دست استفاده میکنیم. حرکت دست اول به این صورته که هر زمان در طول تمرین از شما خواستم که کف دستاتون رو به سمت زمین قرار بدید، همین حرکت ساده رو اجرا میکنید و کف دستها به سمت زمین قرار میگیره. و برای حرکت دست دوم هر زمان در طول تمرین از شما خواستم که انگشت اشارتون رو به آرومی بلند بکنید و روی انگشت کناریش قرار بدید. این حرکت ساده رو اجرا میکنید. انگشت اشاره هر 2 تا دست رو به آرومی بلند میکنید و روی انگشت کناریش قرار میدید. و برای حرکت دست سوم موقعیت دست ها رو تغییر میدیم به این صورت که پشت دست ها به سمت زمین قرار میگیره و کف دست ها به سمت بالا قرار میگیره و همزمان نوک انگشت شست و نوک انگشت بزرگ هر دست رو به هم متصل میکنیم. بنابراین در حرکت دست سوم موقعیت دست ها به صورت کل تغییر میکنه. پشت دست ها به سمت زمین قرار میگیره و نوک انگشت شست و نوک انگشت بزرگ هر دست رو به هم متصل میکنیم و مابقی انگشت ها رو شل و رها قرار میدیم. خب دوستان عزیزم، نکات رو با هم مرور کردیم و حالا نوبت به اجرای تمرین امروزمون رسیده. با هم دیگه مدیتیشن امروزمون رو شروع میکنیم. برای شروع تمرین امروزمون در جایی که خودت احساس آرامش و راحتی میکنی دراز بکش.
حالا که دراز کشیدی دستهات رو یک مقدار از بدنت فاصله بده. همچنین پاهات رو هم یک مقدار از هم فاصله بده. خوبه؟ حالا تنفس آروم داشته باش، اما به تنفس توجهی نکن. اراده انجام بده که عمل دم و بازدم آروم اجرا بشه. ما اراده انجام میدیم و قطعا این اراده انجام میشه. تنفس آروم. خوبه؟ نذار ذهنت پخش بشه، اجازه نده ذهنت اسیر افکار مختلف بشه. ذهنت رو در یک نقطه جمعش کن و حواست رو به من بده تا با هم این تمرین رو شروع کنیم. تنفس آروم، ذهن رها. همینطور ادامه بده. تنفس آروم، ذهن رها. حالا با هر بازدمی که انجام میدی یک مقدار از وزن کل بدنت رو خارج کن و بدنت رو شلتر و سبکتر کن. اما به این فرایند توجهی نداشته باش. اراده انجام بده. قطعا این اراده اجرا میشه. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. همینطور ادامه بده. خیلی عالیه. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. با هر بازدم یک مقدار از وزن کل بدنت رو خارج کن و بدنت رو سبکتر و شلتر کن. آفرین. حالا این فرایند رو درک کن و متوجه بشو، اما تصویری ازش درست نکن. حالا کف دستهات رو به سمت زمین قرار بده. انگشت‌ها و کف دست‌ها رو شل و رها نگه دار. اگر انگشت‌ها و کف دست‌ها خواستن خم بشن، این اجازه رو بهشون بده تا در موقعیتی که باید قرار بگیرن. خوبه. انگشت‌ها و کف دست‌ها شل و رها بشه. خوبه. حالا دیگه توجهی به دست‌هات نداشته باش. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. همینطور ادامه بده. اخم نداشته باش. صورتت اخم نداشته باشه. صورت شل و رها. خوبه. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. حالا انگشت اشاره هر دست رو به آرومی بلند کن و روی انگشت کناری قرار بده، همونطور که در ابتدای ویدیو برات اجرا کردم و یاد گرفتی. انگشت اشاره دست ها به آرومی بلند میشن و روی انگشت کناری قرار میگیرن. خوبه. دست ها شل و رها باشه. دیگه به دست ها توجهی نداشته باش. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. کم کم متوجه میشه که کل بدنت به سمت آرام شدن حرکت میکنه. حالا یک انرژی در کف دست چپت قرار میدم و یک انرژی دیگه در کف دست راستت قرار میدم. اراده انجام بده و بخواه که از این دو منبع انرژی وارد بدنت بشه
در کل بدنت پخش بشه و کل جسمت رو در بر بگیره. کل این فرایند رو درک کن و متوجه بشو، اما تصویری ازش درست نکن. ما اراده انجام میدیم و این اراده قطعاً اجرا میشه. اراده انجام بده و بخواه که از این دو منبع انرژی وارد بدنت بشه، در کل بدنت پخش بشه و کل جسمت رو در بر بگیره. حرکت انرژی در بدنت رو درک کن و متوجه بشو، اما تصویری ازش درست نکن. خوبه؟ تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. ناحیه لگنت رو شل و رها کن. بیشتر شلتر کن این ناحیه رو. خوبه؟ گردنت رو هم شل و رها کن. گردن کاملا رها باشه. خوبه؟ تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. حالا اراده انجام بده و بخواه که کل بدنت به مدت 20 ثانیه به سمت چپ حرکت بکنه. یک چیزی از عمق وجودت به سمت چپ کشیده میشه. کل این فرایند رو درک کن و متوجه بشو، اما تصویری ازش درست نکن. 20 ثانیه به سمت چپ حرکت کن. آفرین. با چشمات دنبال چیزی نگرد، به چشمها احتیاجی نداریم. خوبه؟ حالا برگرد وسط در وسط، در حالت صفر قرار بگیر. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. خوبه؟ حالا اراده انجام بده و بخواه که کل بدنت به مدت 20 ثانیه به سمت راست حرکت بکنه. یک چیزی از عمق وجودت به سمت راست کشیده میشه. کل این فرایند رو درک کن و متوجه بشو، اما تصویری ازش درست نکن. 20 ثانیه به سمت راست حرکت کن. خوبه؟ حالا برگرد وسط در وسط، در حالت صفر قرار بگیر. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. وقتی که این تمرین رو انجام میدی، این امکان وجود داره که برخی از اجسام در محیط اطرافت صداهایی رو از خودشون منتشر بکنن. این صداها و این فرایندها کاملا طبیعی هستش، بنابراین حواست رو پرت این صداها نکن. همچنین وقتی که این تمرین رو انجام میدی، این امکان وجود داره برخی از اندامهای بدنت به صورت کاملا غیر ارادی تکون بخوره یا بلرزن و یا به آرومی به سمتی پرت بشن. تمام این فرایندها کاملا طبیعی هستن، بنابراین حواست رو پرت این تکونها نکن. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. اراده انجام بده و بخواه که کل بدنت به مدت 20 ثانیه به سمت چپ حرکت بکنه.
ما اراده انجام میدیم و قطعا این اراده اجرا میشه. همزمان که به سمت چپ حرکت میکنی یک اراده دیگه انجام بده و بخواه که از دو منبع انرژی که در کف دستها قرار دادم انرژی وارد بدنت بشه، در کل بدنت پخش بشه و کل جسمت رو در بر بگیره. خوبه؟ حالا برگرد وسط در وسط، در حالت صفر قرار بگیر. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. خوبه؟ حالا اراده انجام بده و بخواه که کل بدنت به مدت 20 ثانیه به سمت راست حرکت بکنه. حالا این فرایند رو درک کن و متوجه بشو، اما تصویری ازش درست نکن. همینطور ادامه بده. به سمت راست حرکت کن. با چشمات دنبال چیزی نگرد. به چشمان احتیاجی نداری. خوبه؟ حالا برگرد وسط در وسط، در حالت صفر قرار بگیر. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. اراده انجام بده و بخواه که از دو منبع انرژی که در کف دست‌هات قرار دادم انرژی با قدرت و حجم بیشتری وارد بدنت بشه، در کل بدنت پخش بشه و کل جسمت رو در بر بگیره. با حجم و قدرت بیشتری انرژی رو وارد بدنت کن. خوبه؟ تصویر سازی نکن، کل فرایند رو درک کن و متوجه بشو. آفرین. حالا اراده انجام بده و بخواه که کل بدنت به مدت 20 ثانیه به سمت بالا حرکت بکنه. یک چیزی از عمق وجودت به سمت بالا کشیده میشه. حالا این فرایند رو درک کن و متوجه بشو، اما تصویری ازش درست نکن. 20 ثانیه به سمت بالا حرکت کن. خوبه؟ حالا برگرد وسط در وسط، در حالت صفر قرار بگیر. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. خوبه؟ حالا اراده انجام بده و بخواه که کل بدنت به مدت 20 ثانیه به سمت چپ و همزمان به سمت بالا حرکت کنه. ما اراده انجام میدیم و این اراده قطعاً اجرا میشه. 20 ثانیه به سمت چپ و همزمان به سمت بالا حرکت کن. خوبه؟ همینطور ادامه بده. کل فرایند رو درکش کن. آفرین. حالا برگرد وسط در وسط، در حالت صفر قرار بگیر. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. خوبه؟ حالا اراده انجام بده و بخواه که کل بدنت به مدت 20 ثانیه به سمت راست و همزمان به سمت بالا حرکت کنه.
کل این فرایند رو درک کن و متوجه بشو، اما تصویری ازش درست نکن. آفرین. 20 ثانیه به سمت راست و همزمان به سمت بالا حرکت کن. خوبه. حالا برگرد وسط در وسط، در حالت صفر قرار بگیر. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. حالا اراده انجام بده و بخواه که از دو منبع انرژی که در کف دست‌هات قرار دادن، انرژی با حجم بیشتر و قدرت خیلی زیاد وارد بدنت بشه، در کل بدنت پخش بشه و کل جسمت رو در بر بگیره. ما اراده انجام میدیم و این اراده قطعاً اجرا میشه. کل فرایند رو درک کن و متوجه بشو، اما تصویری ازش درست نکن. خیلی خوبه. حالا وضعیت دست ها رو تغییر میدیم. پشت دست ها به سمت زمین قرار میگیره و کف دست ها به سمت بالا و همزمان نوک انگشت شست و نوک انگشت بزرگ هر دست رو به هم متصل کن و باقی انگشت ها رو شل و رها قرار بده، همونطور که در ابتدای ویدیو برات اجرا کردم و یاد گرفتی. پشت دست ها به سمت زمین و کف دست ها به سمت بالا قرار میگیره و همزمان نوک انگشت شست و نوک انگشت بزرگ هر دست به هم متصل میشه و باقی انگشت ها شل و رها قرار میگیره. خوبه. حالا دیگه توجهی به دست ها نداشته باش. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. حالا یک اراده انجام بده و بخواه که یک کالبد از فضای درون منحصر به فرد خودت به سمت بیرون بیاد و پایین پا سمت چپ بشینه. ما اراده انجام میدیم و قطعاً اجرا میشه. اراده کن و بخواه یک کالبد از فضای درون منحصر به فرد خودت به سمت بیرون بیاد و پایین پا سمت چپ بشینه. خوبه. حالا یک اراده دیگه انجام بده و بخواه که یک کالبد از فضای درون منحصر به فرد خودت به سمت بیرون بیاد و پایین پا سمت راست بشینه. حالا این فرایندها رو درک کن و متوجه بشو، اما تصویری ازشون درست نکن. اراده کن و بخواه یک کالبد از فضای درون منحصر به فرد خودت به سمت بیرون بیاد و پایین پا سمت راست بشینه. خوبه. یک اراده دیگه انجام بده و بخواه که یک کالبد از فضای درون منحصر به فرد خودت به سمت بیرون بیاد و بالای سرت سمت چپ بشینه. ما اراده انجام میدیم و این اراده قطعاً اجرا میشه. اراده کن و بخواه که یک کالبد از فضای درون منحصر به فرد خودت به سمت بیرون بیاد و بالای سرت سمت چپ بشینه. خوبه. یک اراده دیگه انجام بده و بخواه که یک کالبد از فضای درون منحصر به فرد خودت به سمت بیرون بیاد و بالای سرت سمت راست
بشینه. ما کل این فرایندها رو درک میکنیم و متوجه میشیم، اما تصویری ازشون درست نمیکنیم. اراده کن و بخواه یک کالبد از فضای درون منحصر به فرد خودت به سمت بیرون بیاد و بالای سرت سمت راست بشینه. خیلی عالیه. خوبه. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. با چشمات دنبال چیزی نگرد. ما به چشمها احتیاجی نداریم. کل فرایندها رو درک میکنیم و متوجه میشیم. حالا یک اراده قوی به خرج بده و بخواه که این 4 کالبد از طریق کف دست چپشون انرژی واحد مطلق رو به چاکرای خورشیدیت منتقل بکنن و تا انتهای این تمرین این کار رو به صورت متناوب انجام بدن. اما ما جایگاه چاکرای خورشیدی رو مشخص نمی کنیم. این 4 کالبد آگاهی کامل دارن و محل قرارگیری هر چاکرا رو به درستی میدونن که کجاست. بنابراین ما محل چاکرای خورشیدی رو مشخص نمی کنیم و فقط اراده انجام میدیم که این 4 کالبد از طریق کف دست چپشون انرژی واحد مطلق رو به چاکرای خورشیدی منتقل بکنن و تا انتهای این تمرین این کار رو به صورت متناوب انجام بدن. ما اراده انجام میدیم و قطعاً این اراده اجرا میشه. خوبه؟ اراده انجام بده و بخواه که این 4 کالبد از طریق کف دست چپشون انرژی واحد مطلق رو به چاکرای خورشیدیت منتقل بکنن و تا انتهای این تمرین این کار رو به صورت متناوب انجام بدن. خوبه. دیگه کاری به این 4 کالبد نداریم. دستورات لازم رو بهشون دادیم و اینها این دستورات رو اجرا میکنن. تنفس آروم، بدن شل، ذهن رها. حالا اراده انجام بده که به سمت درونت حرکت بکنی. ما از کالبد فیزیکی و جسمانیمون عبور کردیم و حرکت به سمت درون با استفاده از کالبد غیر فیزیکی انجام میشه. اراده انجام میدیم که به سمت درون خودمون حرکت بکنیم. حرکت کردن به سمت درون رو درک کن و متوجه بشو، اما تصویری ازش درست نکن. خوبه؟ همینطور ادامه بده. به سمت درونت حرکت کن. حرکت کردن به سمت درون با استفاده از کالبد غیر فیزیکی انجام میشه. وقتی که به سمت درونمون حرکت میکنیم، تصاویر، صداها و فیلمهایی برای ما به نمایش گذاشته میشه، اما ما به هیچ کدوم از این موارد توجهی نمی کنیم و با استفاده از یک اراده قوی از بین تمامی این موارد عبور میکنیم و حتی 1 ثانیه هم وقتمون رو تلف نمی کنیم. بنابراین اراده قوی به خرج بده و از بین تمامی تصاویر، صداها و فیلمها عبور کن. نگران چیزی نباش. الان به سمت درون خودت در حال حرکت هستی، بنابراین هیچ نگرانی وجود نداره. آفرین. اراده قوی
به خرج بده و به سمت درون خودت حرکت کن. به قدر این حرکت کردن رو ادامه بده تا از تمامی تصاویر، صداها و فیلم‌ها عبور کنی و یک مسیر ورودی برات نمایان بشه. عجله‌ای نداشته باش. خوبه؟ هرچقدر اراده‌ای که به خرج میدی قوی‌تر باشه، به راحتی میتونی از بین تمامی این موارد عبور کنی و به این مسیر ورودی برسی. وقتی که به این مسیر ورودی رسیدی، واردش رو، وقتی که واردش میشی یک تونل مانند هستش و باز هم یک اراده قوی به خرج میدی و در طول این تونل شروع به حرکت میکنی تا به انتهای این تونل برسی و مسیر خروجی برات نمایان بشه. اراده انجام بده، یک اراده قوی و از بین تمامی تصاویر، صداها و فیلم ها عبور کن و به مسیر ورودی برس. در طول این تونل هم تصاویر، صداها و فیلم هایی برای ما به نمایش گذاشته میشه، اما ما به هیچ کدوم از این موارد توجهی نمی کنیم و فقط از بینشون عبور میکنیم. هرچقدر اراده‌ای که به خرج میدیم قوی تر باشه، عبور کردن از بین تمامی این موارد راحت تر انجام میشه. آفرین. عجله‌ای نداشته باش. خوبه. وقتی که به مسیر ورودی رسیدی، واردش شو و با یک اراده قوی در طول این تونل حرکت کن تا به انتهای این تونل برسی و مسیر خروجی برات نمایان بشه. همینطور ادامه بده. خوبه. با چشمات دنبال چیزی نگرد. چشم‌ها مربوط به کالبد جسمانی ما هستش. ما از کالبد جسمانی عبور کردیم و در حال حاضر یک کالبد غیر فیزیکی و غیر جسمانی در اختیار داریم. بنابراین دیدن با چشم‌ها برای ما در این مرحله هیچ فایده‌ای نداره. همچنین تصویرسازی هم نکن. تصویرسازی کار مغز هستش و مغز هم مربوط به کالبد فیزیکی و جسمانی هست و در حال حاضر ما یک کالبد غیر فیزیکی در اختیار داریم. بنابراین تصویرسازی هم در این مرحله کمکی به ما نمیکنه. بنابراین ما تمامی این فرایندها رو درک میکنیم و متوجه میشیم، اما تصویری ازشون درست نمیکنیم. وقتی که به انتهای این تونل رسیدی و مسیر خروجی برات نمایان شد، از این مسیر خروجی خارج شو. وقتی که از این تونل خارج میشی، وارد فضای درون منحصر به فرد خودت میشی. ما در حال حاضر با استفاده از کالبد غیر فیزیکی وارد فضای درون منحصر به فرد خودمون شدیم. در تمرینات قبل در فضای درون منحصر به فرد خودمون بر روی 6 رنگ تمرین انجام دادیم و قدرت هر رنگ رو در سطح اول فعال کردیم. بنابراین یک اراده به خرج بده
و بخواه که یک رشته از جایگاه اول در نور قرمز منتشر بشه و به این کالبدت متصل بشه. نور قرمز مربوط به انرژی بیپایان درونی هستش. اراده انجام بده و بخواه که یک رشته از جایگاه اول در نور قرمز منتشر بشه و به این کالبدت متصل بشه. ما اراده انجام میدیم و این اراده قطعاً اجرا میشه. خوبه؟ حالا یک اراده دیگه انجام بده و بخواه که یک رشته از جایگاه اول در نور سبز منتشر بشه و به این کالبدت متصل بشه. نور سبز مربوط به انرژی حصار و حفاظ هستش. اراده انجام بده و بخواه یک رشته از جایگاه اول در نور سبز منتشر بشه و به این کالبدت متصل بشه. خیلی عالیه. کل فرایندها رو درک کن و متوجه بشو، اما تصویری ازشون درست نکن. یک اراده دیگه به خرج بده و بخواه که یک رشته از جایگاه اول در نور آبی منتشر بشه و به این کالبدت متصل بشه. نور آبی مربوط به انرژی درمانگری و شفا دادن هستش. اراده کن و بخواه یک رشته از جایگاه اول در نور آبی منتشر بشه و به این کالبدت متصل بشه. خوبه؟ یک اراده دیگه انجام بده و بخواه که یک رشته از جایگاه اول در نور سفید منتشر بشه و به این کالبدت متصل بشه. نور سفید مربوط به انرژی آرامش درونی هستش. اراده کن و بخواه یک رشته از جایگاه اول در نور سفید منتشر بشه و به این کالبدت متصل بشه. خوبه؟ یک اراده دیگه انجام بده و بخواه که یک رشته از جایگاه اول در نور طلایی منتشر بشه و به این کالبدت متصل بشه. نور طلایی مربوط به انرژی خلق و خلق کردن خواسته ها هستش. اراده کن و بخواه یک رشته از جایگاه اول در نور طلایی منتشر بشه و به این کالبدت متصل بشه. خیلی عالیه. کل این فرایندها رو درک کن و متوجه بشو. آفرین. یک اراده دیگه انجام بده و بخواه که یک رشته از جایگاه اول در نور سیاه منتشر بشه و به این کالبدت متصل بشه. نور سیاه مربوط به انرژی پاک سازی کننده هستش. اراده کن و بخواه یک رشته از جایگاه اول در نور سیاه منتشر بشه و به این کالبدت متصل بشه. خیلی خوبه. این کالبدی که در اختیار داری قدرتمندتر از همیشه شده و با این کالبد خیلی از کارها رو میتونیم انجام بدیم. حالا یک اراده قوی به خرج بده و بخواه که این کالبدت وارد فضای چاکرای ریشت بشه، اما محل قرارگیری چاکرای ریشه رو مشخص نکن. این کالبد آگاهی کامل داره و میدونه که هر چاکرا محل اصلی قرارگیریشون کجا هست. بنابراین
ما فقط اراده انجام میدیم و این اراده اجرا میشه، اما جایگاه چاکراها رو ما مشخص نمی کنیم. اراده انجام بده و بخواه که این کالبدت وارد فضای چاکرای ریشت بشه. خوبه. تصویر سازی نکن. آفرین. کل فرایندها رو درک میکنیم و متوجه میشیم. عجله‌ای نداشته باش. همینطور ادامه بده. اراده به خرج بده و بخواه این کالبدت وارد فضای چاکرای ریشت بشه. خوبه. درون فضای چاکرای ریشه یک جایگاه ویژه وجود داره. اراده انجام بده و بخواه که این کالبدت به سمت جایگاه ویژه حرکت بکنه و روی این جایگاه بایسته. ما اراده انجام میدیم و این اراده قطعاً اجرا میشه. درون هر چاکرا یک جایگاه ویژه وجود داره. اراده کن و بخواه این کالبدت به سمت این جایگاه ویژه در چاکرای ریشت حرکت بکنه و روی این جایگاه ویژه بایسته. خوبه. نگران چیزی نباش. تمام این فرایندها در درون خودت در حال انجام هست، بنابراین جای نگرانی وجود نداره. شما یک کالبد بسیار بسیار قدرتمند در اختیار دارید، بنابراین از چیزی نترس. حالا که روی جایگاه ویژه در فضای چاکرای ریشت ایستادی، اراده انجام بده و بخواه که 3 منبع انرژی که در اختیار داری با هم ادغام بشن و انرژی واحد تشکیل بشه. 2 منبع انرژی رو من در اختیارت قرار دادم و 1 منبع انرژی از جایگاه اول در نور قرمز هستش. این 3 منبع انرژی رو با هم ادغام کن و انرژی واحد رو تشکیل بده. ما اراده انجام میدیم و قطعاً این اراده اجرا میشه. حالا انرژی واحدی که تشکیل دادی رو در کف دست چپ این کالبدت متمرکز کن. آفرین. 3 منبع انرژی رو با هم ادغام کردی و در کف دست چپ این کالبدت متمرکز کردی. آفرین. حالا اون رشته انرژی که از جایگاه اول در نور سفید به این کالبدت متصل شده رو در کف دست چپ این کالبدت متمرکز کن. نور سفید مربوط به انرژی آرامش درونی هستش. ما میخوایم انرژی آرامش درونی رو در کل فضای چاکرای ریشمون منتشر بکنیم. بنابراین 2 منبع انرژی در کف دست چپ این کالبدت متمرکز شده. یکی انرژی واحد و یکی انرژی نور سفید. حالا اراده انجام بده و بخواه که تمامی منابع انرژی که در کف دست چپ این کالبدت متمرکز کردی با هم ادغام بشن و انرژی واحد مطلق آرام بخش و آرامش بخش رو تشکیل بدن. اراده انجام بده و بخواه که تمامی انرژی هایی که در کف دست چپ این کالبدت متمرکز کردی
با هم ادغام بشن و انرژی واحد مطلق آرام بخش رو تشکیل بدن. خوبه؟ حالا این انرژی واحد مطلق آرام بخش رو در کف دست چپ این کالبدت متمرکز کن و تقویتش کن و قدرتش رو تا جایی که میتونی زیادتر کن. خوبه؟ حالا این فرایندها رو درک کن و متوجه بشو، اما تصویری ازشون درست نکن. همینطوری مداوم تقویتش کن. خیلی اهمیت داره که هر چاکرا رو در آرامش و آسایش قرار بدیم تا هر چاکرا به درستی فعالیت بتونه بکنه. حالا انرژی واحد مطلق آرام بخش و آسایش و آرامش رو از طریق کف دست چپ این کالبدت منتشر کن و در کل فضای چاکرای ریشت پخش کن، جوری که تمام زوایای چاکرای ریشت رو در بر بگیره. هرچقدر آرامش بیشتری در چاکرای ریشت حکم فرما بشه، چاکرای ریشه به درستی کار میکنه. هرچقدر آرامش بیشتری در چاکرای ریشمون حکم فرما بشه، تاریکی ها کمتر میتونن به چاکرای ریشه وارد بشن. خوبه؟ اراده انجام بده و بخواه که انرژی واحد مطلق آرامش و آسایش از طریق کف دست چپ این کالبدت منتشر بشه و در کل فضای چاکرای ریشت پخش بشه و تمامی زوایای چاکرای ریشت رو در بر بگیره. هرچقدر چاکرای ریشه در آرامش و آسایش باشه، چاکراهای بعدی با ریتم بهتری فعالیت میکنه. همینطور ادامه بده. انرژی واحد مطلق آرامش و آسایش رو با قدرت و حجم بیشتری از کف دست چپ این کالبد در فضای چاکرای ریشت منتشر کن. خوبه. هرچقدر این آرامش و این آسایش در چاکرای ریشت حکم فرما بشه، شما احساس آرامش بیشتری در وجودتون میکنید و هرچقدر از عمق وجودتون آرامش بیشتری رو کسب کنید، خلق خواسته ها براتون راحت تر میشه. آفرین. همینطور ادامه بده. انرژی واحد مطلق آرامش و آسایش رو با قدرت و حجم بیشتری از طریق کف دست چپ این کالبد در فضای چاکرای ریشت منتشر کن و پخش کن و تمام زوایای چاکرای ریشت رو پوشش بده. با دقت این کار رو انجام بده. خوبه. هر بار که این تمرین رو با من اجرا میکنی، میزان آرامش و آسایش در چاکرای ریشت بیشتر و بیشتر میشه و شما قدرتمندتر از قبل میشی. وقتی که چاکرای ریشت در آرامش قرار بگیره،
تمامی حاله های شما هم در آسایش و آرامش قرار میگیرن. خوبه؟ همینطور ادامه بده. خیلی عالی. اراده انجام بده و بخواه که انرژی واحد مطلق آسایش و آرامش درونی با حجم و قدرت بیشتری از کف دست چپ این کالبدت منتشر بشه و در کل فضای چاکرای ریشت پخش بشه و تمام زوایای چاکرای ریشت رو در بر بگیره. خوبه. خیلی عالیه. همینطور ادامه بده. آفرین. با حجم بیشتری انرژی واحد مطلق آرامش درونی رو از طریق کف دست چپ این کالبدت در فضای چاکرای ریشت منتشر کن و پخش کن. آفرین. خیلی خوب. حالا تنفس عمیق و بازدم عمیق داشته باش. تنفس عمیق و بازدم عمیق. کم کم میخوایم هوشیاری رو مجدد به جسممون برگردونیم. فعلا تا زمانی که نگفتم چشماتون رو باز نکنید. تنفس عمیق و بازدم عمیق داشته باشید. هر بار که این تمرین رو اجرا کردی، تجربیاتی که کسب میکنی رو در قسمت کامنت ها برام بنویس، با هم بررسیشون بکنیم و نقاط ضعفی که داری رو با هم برطرف میکنیم و این نقاط ضعف رو به نقاط قوت تبدیل میکنیم. حالا انگشت دست ها رو به آرومی به هم فشار بده، همچنین انگشت پاها رو هم به آرومی به هم فشار بده و همینطور ادامه بده تا کم کم هوشیاری به جسممون برگرده. خوبه؟ تنفس عمیق، بازدم عمیق. حالا یک مقدار بدنت رو هم کش بیار، مثل حالتی که صبح از خواب بیدار میشی و بدنت رو کش میاری. خیلی عالیه. تنفس عمیق و بازدم عمیق داشته باش. حتما تجربیاتی که به دست میاری در هر بار تمرین کردن رو برام بنویس، یا اگه سوالی برات پیش اومده سوال رو هم در قسمت کامنت ها بنویس و مطرح کن. پاسختون رو حتما میدم و با هم بررسی میکنیم تا بتونیم به درستی در این مسیر گام برداریم. حالا به آرومی میتونید چشمات رو هم باز کنید. ممنون که این تمرین رو با من اجرا کردی. تا تمرین بعدی شاد و با انرژی خیلی بالا باشید.